وای از صبح تا شب بالا و پایین میپره دیگه، دارم دیوونه میشم. به اینم میگن بچه؟ از صبح تا شب داره بالا پایین میپره. خدا رو شکر که یه بچه سالم و شاد دارم. دمت گرم. باشه که مانه بچه بشم مانه. وقتی شوهرم از سر کار میاد خونه همینجوری میفته جلوی تلویزیون، باهاشم که حرف میزنی انگار نه انگار. اینم شد زندگی. وقتی شوهرم از سر کار میاد خونه از خستگی جلوی تلویزیون خوابش میبره. فکر کنم امروزم کارش خیلی زیاد بوده. بابانی؟ خونمون خیلی کوچیکه. خونه که نه، از دلونه مرده. توش آدم نفسش بند. خونه ما کوچیکه ولی خیلی باصفاست. بده 6.